با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم امیدوارم که خسته نشده باشید. انشالله که با ما تا پایان برنامه همراه باشید و در این بخش از برنامه در خدمت استاد عزیز و دوست عزیز بنده استاد فضل‌الحق سلیمانی هستیم. تماس تلفنی داریم با ایشون که همکار بنده هستند در همین برنامه، در تهیه و تقدیم و اجرای همین برنامه. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما استاد سلیمانی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم استاد مجید عباسی عزیز خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم و ادب و احترام، همچنین آرزوی توفیق بیشتر از طرف الله متعال. بنده هم خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت و این افتخار نصیب ما مجموعه ما بچه‌های سال حق نصیب شد که برنامه آموزش روحانی قرآن کریم رو آغاز بکنیم و واقعا تقاضایی که از طرف بینندگان عزیز در چندین ماه، حالا نگیم شاید که 2 سال گذشته، زیاد تکرار میشد، الحمدلله به مرحله عمل در اومد و با سخنان زیبای شما و صحبت‌های بسیار زیبایی که در بحث مقدمه این برنامه داشتید آغاز شد و امیدوارم که بنده هم در کنار شما و در کنار استاد عبدالرحمن فاتح عزیز میتونم که خدمتی کرده باشم به قرآن و جامعه قرآنی و حقیقتا بتونیم تلاشی کرده باشیم تا به همراه بینندگان عزیز در باب قرآن کریم اون دینی رو که نسبت به این کتاب داریم و کوتاهی هایی رو که همه ما بلا استثنا نسبت به قرآن کریم داشتیم بتونیم حداقل گوشه از این رو جبران بکنیم و رابطه خودمون رو بیشتر برقرار بکنیم با قرآن کریم و از صفر شروع میکنیم. حداقل در این برنامه یقینا بینندگان عزیز با مفاهیم قرآنی آشنا هستند، هرچند که روحانی قرآن رو هم بلد نباشند و در زندگی عمل میکنن و اجرا میکنن، اما انشاءالله که بتونیم حداقل در بحث روحانی قرآن کریم هم از فواید و مزایایی که شما هم اشاره فرمودید به بخشی از اون بهره مند بشیم. تلاوت قرآن کریم حقیقتا عزیزانی که با قرآن کریم آشنا هستند یقینا بهتر این صحبت بنده رو درک میکنن که یک لذت خاصی داره، یک زیبایی خاصی داره، یک معنویت خاصی داره و ما با آموزش قرآن کریم، ما با روحانی قرآن کریم، ما با تلاوت قرآن کریم یک قدم برمی‌داریم در راه اصلاح خودمون، در راه آرامش خودمون، در راه بهتر زندگی کردن خودمون، در راه بهتر فهمیدن قرآن کریم. و واقعا از مواردی هست که شاید اغراق نباشه اگر بگیم کوتاهی شده در این باب، حداقل در جامعه فارسی زبان ما، به خاطر اینکه خیلی از عزیزان ما مدارک دانشگاهی حتی دارن، مدارک معتبر دارن و به درجاتی در علوم مختلف در علوم ریز رسیدن، اما وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنن و وقتی که تلاوت ها رو در قرآن کریم میبینیم شاید حتی از روحانی قرآن کریم هم به صورت صحیح عاجز باشن و متاسفانه حالا چه اهدافی بوده و چه نقشه هایی بوده که این گونه با قرآن کریم در جامعه ما برخورد شده، اما به هر حال وظیفه ما این هست که ما هرچه بیشتر ارتباط خودمون رو با این کلام آغاز بکنیم برای تلاوتش، برای فهمش، برای درکش و الله شاکریم. جا داره که بنده هم تشکر میکنم هم از استاد انصاری عزیز هم از شما که این مجال رو ایجاد کردید که این برنامه در این کانال اجرا بشه و این افتخاری هست برای بنده حقیقتا انشاءالله و همچنین برای استاد عبدالرحمن فاتح که بتونیم در این برنامه خدمتی کرده باشیم برای قرآن کریم و همینجوری که بینندگان عزیز هم شما اشاره فرمودید حتما میدونن که انشاءالله ما از برنامه بعد بدونیم که بتونیم درس روحانی قرآن کریم رو آغاز بکنیم. من فقط قصدم این بود که در این برنامه ابراز خوشحالی بکنم، ابراز ادب و سلامی خدمت شما و دوستان عزیز داشته باشم و اینکه شهدا بیاری الله متعال همه ما دعا بکنیم تا الله متعال این برنامه رو همچنان ساری و جاری داشته باشه تا بتونیم به اون اهدافی که داریم در این برنامه انشاءالله دست پیدا بکنیم انشاءالله. سپاسگزار از شما استاد سلیمانی. خیلی ممنونم. من تشکر میکنم از شما و با همه شما بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. الله تعالی نگهدار. سپاسگزار از شما استاد سلیمانی عزیز همکار بنده.
و از این صحبت‌های زیبایتون و در واقع سخنانی که از دل شما برآمد و انشالله به دل بینندگان عزیز هم بنشیند، به دل ما که واقعا نشست، و اهمیت قرآن کریم و واقعا شیرینی و حلاوتی که انسان حس میکنه هنگام خواندن این آیات عظیم الشأن، و اگر واقعا انسان عمل هم بکنه شیرینی و لذت دو چندان و چند برابر خواهد شد که به این آیات عمل بکنه انسان و چراغی قرار بده بر فراز راه زندگی پرفراز و نشیبی که در این عصر حاضر ما با آن دست و پنجه نرم میکنیم. من تشکر میکنم از شما استاد سلیمانی و بینندگان عزیز و گرامی. با هم یک میان برنامه رو میبینیم و پس از آن انشاءالله در خدمت همکار دیگرمون استاد عبدالرحمن فاتح خواهیم بود که امیدوارم ایشون هم با ما همراه بشن و تماس تلفنی داشته باشیم و انشاءالله صدای گرم ایشون رو بشنویم. با همین میان برنامه رو ببینیم. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در روز قیامت به حافظ و همدم قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو و تلاوت کن چنان که در دنیا تلاوت می نمودی، همانا جایگاه تو نزد آخرین آیه است که می خوانی. بله، عرض سلام، خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز. بله، تماس ما با همکار عزیزمون استاد عبدالرحمن فاتح برقرار هست. عرض سلام و خسته نباشید دارم استاد فاتح. امیدوارم که شاد و پیروز و سربلند باشید و آمادگی خودتون رو انشاءالله برای برنامه‌های هفته‌های آینده و اینکه اینجا بنشینید و به هر حال آموزش قرآن رو با بیننده‌های عزیز آغاز بکنید داشته باشید. خوش آمد میگم به شما در برنامه خودتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. منم سلام و عرض خسته نباشید دارم به خدمت شما استاد بزرگوار و تمام بینندگان عزیز و گرامی که همکنون صدای بنده از طریق شبکه وصال حق میشنوند. منم بسیار خوشحالم از این برنامه. واقعا جای تشکری هست از شما استاد گرامی و از جناب استاد فضل الحق سلیمانی و تمام دستاندرکاران شبکه وصال حق که این برنامه را ترتیب دادند و در واقع یکی از خواسته ها و آرزوهای بزرگ بیشتر از بینندگان عزیز بود و هست که آنها هم در جمع کسایی که قرآن عظیم الشأن تلاوت میکنند و قرآن عظیم الشأن یاد دارد به پیوندن بود. منم خیلی واقعا خوشحالم از این برنامه و مطمئنم که بینندگان عزیز و گرامی هم کسایی که به خصوص یعنی واقعا در چند هفته آنها منتظر بودند با همچون برنامه و سالها شاید بعضی ها منتظر همچون برنامه بودند، همه خوشحالند و منم یک فقط عرض تبریکی برای شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی به نوبه خود دارم. جزاکم الله خیر. خواهش میکنم. واقعا همونطور که شما فرمودید یعنی بسیاری از بیننده ها تقاضا کردن، بارها تقاضا کردن در زمینه آموزش قرآن کریم و واقعا یک نیاز اساسی هست که الحمدلله الله به ما توفیق داد، به مجموعه شبکه جهانی وصال حق، به بنده، به شما، به استاد سلیمانی، به همه عزیزان این توفیق رو داد و از الله متعال خواهانیم که توفیق ادامه همین راه رو هم به ما عطا بکنه. آمین آمین. و من هم از پروردگار متعال میخوام که خداوند برای ما توفیق بده که انشاءالله آنگونه ای که حق مطلب باشه خب اگر شاید با اون اندازه اگر نتوانیم حداقل بتوانیم که یک قطره
از این دریای بزرگ برای بینندگان عزیز و گرامی انشاءالله برداریم و بدهیم و بنوشانیم انشاءالله. و این خواسته همه ما هست که تمام بینندگان عزیز و گرامی که به پای شبکه نشستند و به خصوص در این برنامه قرآن عظیم الشأن که کلام پروردگار سبحانه و تعالی هست و شما هم مفصلا در مورد کلام الله امروز بحث کردیم و صحبت داشتین، انشاءالله که یاد بگیرن. اگر کدام حرفی نباشه من از خدمت شما رخصت میشم و وقت در میدیم برای بینندگان عزیز و گرامی که در این مورد صحبت های داشته باشه. سپاسگزار از شما استاد فاطمه. منم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. جزاکم الله خیر. سلامت باشین جناب استاد. جزاکم الله خیر. منم تشکر میکنم از همکار عزیزم استاد عبدالرحمن فاتح. اما در مورد مبحث تدبر در قرآن کریم. تدبر در قرآن کریم یکی از اهداف اساسی آموزش و یاد گرفتن این کتاب عظیم الشأن هست که تدبر ما را به تعبد صحیح و فرمانبرداری درست از الله متعال میرساند. الله متعال خطاب به ما انسانها در مورد تدبر آیات بسیار زیادی را نازل نموده است. آیه 24 سوره مبارکه محمد الله متعال در این آیه می‌فرماید افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. چرا تدبر نمی کنند، نمی اندیشند در قرآن؟ آیا بر قلب‌های آنها قفل‌هایش زده شده است؟ آیا قلب‌های آنها اصلا درک نمی کنند؟ آیا قلب‌های آنها به گونه‌ای بسته شده که نمی تواند تدبر بکند، نمی تواند بیاندیشد؟ خطاب به ما هاست، خطاب به همه انسان هاست، خطاب به همه مسلمان هاست، خطاب به همه کسانی است که نام مسلمان را یدک میکشند و میدانند یا میگویند یا مدعی هستند که قرآن کتاب آسمانی آنها و برنامه زندگانی آنهاست. و اما درجات تدبر، علما درجات تدبر در قرآن را به 4 درجه تقسیم نمودند. درجه اول درجه تفکر، اندیشیدن، نظر و اعتبار هست. و درجه دوم پس از این که انسان تفکر میکنه و تدبر میکنه و میاندیشد به این آیات، تأثیر میگیرد، تأثیر گرفتن و خشوع قلب و قلب او خاشعانه میپذیرد این آیات الهی را، این نشانه های دال بر عظمت الله یکتا را. الله متعال در آیات زیادی ما را به تدبر و تفکر در آیات کونی و در آیات قرآنی فرا می‌خواند. هم تدبر در زمین و زمان، در آسمان و در جسم انسان حتی، و هم تدبر در آیات قرآن که بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شد. پس درجه اول تفکر و نظر و اعتبار است و درجه دوم تأثیر گرفتن و خشوع قلب است. پس از اینکه ما اندیشیدیم در این آیات، قلب ما نرم می شود، تأثیر می گیرد، خاضع و خاشع و فروتن می گردد و پس از آن می پذیرد. پس از این که تأثیر رو گرفت می پذیرد و عمل می کند و سر تسلیم فرود می آورد. و مرحله 4 این هست که آنقدر با این قرآن خو می گیرد و خاشع و خاضع می شود و به آن عمل می کند در اثر تدبر که حکمتهای آن را از دریای لایتناهی آن خارج می کند، به حکمتها و پندهای قرآنی پی می برد و احکام آنها را، احکام آیات الهی را استنباط می کند و در دریای عظیم قرآن به غوص و شنا می پردازد. یعنی به گونه ای که قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار می گیرد و با قرآن خو می گیرد و با قرآن زندگی می کند و آنگونه عارف و عالم به قرآن می گردد که احکام آن را خارج می کند، یعنی آن احکام و قانونگذاری هایی که در قرآن آمده و آن حکمت ها و پند هایی که در قرآن آمده است. اما یکی از مباحث مهمی که در زمینه علوم قرآن باید به آن توجه بشه و با توجه به ضیق وقت شاید نتونم حق مطلب رو در این زمینه ادا بکنم، گرچه
در مباحث پیشین نیز همین گونه بود. متاسفانه حق مطلب ادا نشد، اما امیدواریم که الله متعال به من توفیق بده که بتوانم آنچه که در واقع ذره ای از این دریای عظیم رو که فرا گرفته ام و تهیه کرده ام خدمت شما بینندگان عزیز، این دریای عظیم علوم قرآن، آن ذره را خدمت شما بینندگان عزیز ارائه بکنم. اما مبحثی که بسیار مهم هست در علوم قرآنی مبحث اعجاز قرآن هست. و اعجاز قرآن یعنی این که بشر از آوردن به مثل آن همچون آن ناتوان بمانند. یعنی بشر از آوردن چیزی کلامی همانند قرآن ناتوان ماندند. الله متعال بارها بشر را به چالش کشید، به تحدی و مبارزه طلبید که یک سوره، یک آیه و حتی یک مبحثی همانند قرآن بیاورند. ابتدا الله متعال آنها را به تحدی کشید که بتوانند کتابی را همانند قرآن بیاورند و پس از آن بتوانند سوره ای را همانند قرآن بیارند و پس از آن الله متعال بشر را به مبارزه طلبید که بیایید یک آیه همانند آیه قرآن بیاورید، اما هرگز نتوانستند. با توجه به این که در آن زمان عرب در اوج فصاحت و بلاغت به سر می برد که این خود اعجازی است کامل. و همچنین خود نزول وحی بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک نوع اعجاز است، زیرا خاص انبیا هست و هرگز بشر دیگر غیر از انبیای الهی چنین توانی را ندارند و چنین ویژگی را نمیتوانند به دست بیاورند که الله متعال بر آنها وحی نازل کند. تنها پیام‌آوران الهی هستند که این خصوصیت و ویژگی از جانب الله به آنها تعلق میگیرد که این خود نیز اعجاز است. اما به طور کلی علما جدا از این مباحث اعجازی که بیان شد، اعجاز قرآن را به چند بخش تقسیم نمودند. ابتدا اعجاز لغوی و یا به تعبیر دیگر اعجاز بیانی. اعجاز بیانی از مهمترین انواع اعجاز قرآن هست که در گذشته و حال به آن اهمیت داده شده و داده می شود. هنگامی که قرآن کریم نازل شد، قرآن کریم همان گونه که خدمت شما عزیزان بیان شد دقایقی دیگر، تمامی عرب که در آن زمان در اوج فصاحت و بلاغت و ادبیات و شعر به سر می بردند را به مبارزه طلبید. به مبارزه طلبید که کتابی را همانند این کتاب بیاورند و یا سوره‌ای و یا آیه‌ای. جالب اینجاست که بدانیم بزرگترین شعرای عرب در طول تاریخ زبان عربی شعرایی بودند که در زمان جاهلیت زندگی می کردند و تا زمان نزول قرآن حتی برخی از آنها. شعرای معروف به شعرای جاهلی که صاحب دیوانهای معروفی به نام معلقات 7 یا معلقات 10 بودند که در رأس آنها امرؤ القیس بود و زهیر بن ابی سلمى و شعرای دیگر که بسیار شعرهای زیبایی دارند از نظر لغوی و از نظر بیانی و از نظر بلاغت زبان عربی که تا به امروزه در مدارس و در ادبیات زبان عرب زبانزد خاص و عام هست، اما باز هم هرگز نتوانستند که در مقابل قرآن ایستادگی کنند و هرگز در هنگامی که الله متعال آنها را به چالش طلبید نتوانستند سر بالا بیاورند و همه آنها شکست خوردند. به همین خاطر مهمترین مبحث اعجاز قرآن اعجاز لغوی یا بیانی است، اما پس از آن اعجاز تشریعی یعنی اعجاز قانونگذاری. به طور کلی قانونگذاری هایی که الله متعال در کتاب خودش در قرآن کریم آورده است اعجاز است. چرا اعجاز است؟ زیرا اگر ما انسان ها به این قوانین انسانساز الهی که در قرآن آمده عمل بکنیم و جامعه عمل بپوشانیم، یقینا خوشبختی دنیا و آخرت ما تأمین می شود.
تکافل اجتماعی در جامعه صورت میگیرد، اگر به قضیه مثلا زکات که در قرآن بیان شده عمل بشود، اگر به قضیه قصاص و حدود شرعی دیگری که در قرآن بیان شده عمل بشود، جرمها و جنایتها و ظلمها و تجاوزها و تعدیها و ستمها به کمترین حد ممکن میرسد. یکی دیگر از مباحث اعجاز قرآن کریم اعجاز غیبی هست. اعجاز غیبی به این معناست که الله متعال در قرآن کریم از غیب خبر داده است، از گذشته، مانند داستان مثلا موسی، داستان نوح، داستان سلیمان، داستان یوسف، داستان عیسی، داستان تمامی انبیای الهی، داستان ذوالقرنین، داستان خضر، داستان انسانهای صالح دیگری، داستان لقمان که در قرآن آمده. این اخباری بود از غیب که هرگز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این اخبار رو نمیدانست، اما الله متعال او را با وحی با خبر ساخت. پس این اعجاز غیبی است. اما اخبار همان زمان در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مبحث غلبت روم در سوره مبارکه روم، هنگامی که الله متعال میفرماید که روم مغلوب شد، شکست خورد از فارس، از سرزمین فارس، امپراتوری فارس، و اما این خبر از همون حال بود. اما خبر از آینده نزدیک، باز هم الله متعال میفرماید که پس از چند سال دیگر رومیان فارس ها را شکست خواهند داد، و همین گونه هم شد. پس از چند سال دیگر شکست دادند و این اخباری بود از آینده که همان اعجاز غیبی قرآن کریم است. و اما اعجاز علمی قرآن کریم که بسیاری از مباحث علمی، مباحث تجربی، در واقع علم تجربی معاصر که توسط قرآن کریم کشف شده است، مباحث علمی مختلفی همانند مبحث کهکشان ها، ستاره شناسی، فیزیک، شیمی، علم پزشکی و علوم غیره که میبینیم توسط قرآن کریم کشف شده است. اینها همه مباحث اعجاز قرآن هست که یکی از نمونه های بارز اون مثلا آیه کریمه است که در سوره زاریات آمده است. الله متعال میفرماید و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. ما آسمان را با دست خود بنا نموده ایم و ما همواره آسمان را وسعت خواهیم داد یا وسعت میدهیم. و علما امروز کشف کرده اند که آسمان در حال بزرگ شدن هست. کهکشان ها دارند روز به روز بزرگتر و بیشتر می شوند و هرگز ثابت نیست این آسمان ها، بلکه دارند بزرگتر و بزرگتر می شوند. و همچنین اعجاز تجددی. اعجاز تجددی به این معناست که قرآن کریم کتابی است که در هر زمان و در هر سرزمین قابل فهم و قابل درک و قابل تطبیق و عمل هست. این نیست که برای زمانی خاص آمده باشد و برای مکانی خاص و برای قوم و گروهی خاص، بلکه برای تمامی زمانها و مکانها و قومها و گروهها قابل فهم و درک و تطبیق و عمل و اجراست. قابلیت اجرایی دارد در هر زمان و مکان. این اعجاز تجددی است. اما برخی از دانشمندان نیز اعجاز عددی را به انواع اعجاز قرآن اضافه نموده‌اند که به این معناست که برخی از اعدادی که در قرآن کریم ذکر شده است یک نوع اعجازی با خود به همراه دارد، به این معنا که امروزه این عددها و رمزها کشف شده است که دال یا خبر از مباحث بسیار مهمی میدهد که امروزه تحقق یافته و یا مییابد. با هم میان برنامه رو میبینیم و پس از آن در خدمت شما عزیزان خواهم بود با آخرین مبحث از برنامه امشب که بحث هجر قرآن کریم یا ترک آن میباشد. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز.
بله، با آخرین بخش از برنامه امشب در خدمت شما عزیزان هستیم و مبحث هجر و یا ترک قرآن، پشت نمودن به قرآن، دوری از قرآن. انواع هجر که بسیاری از علما به آن اشاره کردن، از جمله امام ابن قیم رحمت الله علیه در برخی از روایات 5 و برخی از علما را به 7 بخش تقسیم نمودند. به طور کلی الله متعال در سوره مبارکه فرقان در آیه 30 از زبان فرستاده خودش پیام آور الهی، از زبان رسولش میفرماید که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول و پیام آور الهی گله می کند، شکوه می کند و میگوید بار الها، قومم قرآن را ترک گفته‌اند، پشت کرده‌اند به قرآن. اما انواع ترک قرآن و پشت کردن به قرآن چیست؟ مهمترین آن و بدترین آن گوش ندادن به قرآن، بلکه مانع شدن از گوش دادن به قرآن حتی هست. دوری گزیدن از شنیدن قرآن و کلام الله و دیگران را منع کردن. دومین مورد ایمان نیاوردن و تصدیق نکردن آن است که کم از آن شاید حتی خفیفتر و کمتر و سبکتر باشد. در واقع مرحله اول نه تنها خودش گوش نمیداد بلکه دیگران را هم مانع می شود، مانند مشرکین مکه که نمیگذاشتند کسی قرآن را گوش بدهد و از محمد صلی الله علیه و سلم بشنود. و پس از آن مرحله دوم این هست که شاید بشنوند اما ایمان نمی آورند و تایید نمی کنند. مرحله سوم این است که شاید ایمان بیاورند، بگن ما مسلمانیم، اما تدبر نمی کنند و قرآن را فرا نمی گیرند، نمی فهمند. و مرحله چهارم این است که شاید قرآن را گوش بدهند و بعضی موقع هم بیاندیشند در برخی از آیات قرآن، هنگامی که میشنوند بفهمند که واقعا این قرآن حق است و اونا مسلمان هستند، اما با آن عمل نمی کنند. زیرا خب عمل نمودن به قرآن، آن عمل واقعی، مستلزم تحمل سختی و پا نمودن بر روی نفس اماره انسان هست. طبیعتاً پشت کردن به شهوت ها و لذت های دنیوی آنقدر هم ساده و راحت نیست. و مرحله بعدی این هست که شاید عمل می کند، اما هنگامی که مبحث حکمیت و تحاکم، یعنی فرمان برداری مطلق از قرآن و دستور قرآن و دستور الله متعال به وجود می آید و منافع و مصالح او در خطر می افتد، او تحاکم به قرآن را نمیپذیرد، یعنی حکمیت قرار دادن الله متعال و قرآن را نمیپذیرد، زیرا منافع و مصالح او را منع می کند از این که مطیع و فرمان بردار حکم قرآن، حکم الله در آن مبحث باشد. و همچنین مبحث بعدی که شاید خفیفتر هست، سبکتر هست، مبحث عدم استشفاء به قرآن هست، یعنی شفا را از قرآن نمیخواهند، زیرا الله متعال میفرماید که قرآن شفا هست و رحمت هست برای مؤمنان. اما بسیاری از ماها هیچ وقت هنگامی که بیمار میشویم بر روی بیمارمان، بر روی خودمون قرآن را تلاوت نمی کنیم، رقیه شرعی به تعبیر دیگر نمی کنیم، قرآن را نمی خوانیم، زمزمه نمی کنیم. این نوعی از هجر قرآن هست. و آخرین مورد هم که بسیاری از علمان را ذکر کردند، روی گرداندن یا به تعبیر دیگر روی کردن به گوش دادن موسیقی، موزیک، ترانه و پشت کردن به گوش دادن به آیات قرآن و تلاوت قرآن و صدای زیبای قاریان قرآن، بلکه ترجیح دادن صدای موزیک بر قرآن کریم است. در همین زمینه، در زمینه هجر قرآن کریم، مبحث دیگری است که من مختصراً به اون اشاره میکنم، مبحث بدعت هایی که امروزه متاسفانه بسیاری از مسلمان ها به آن مبتلا شده اند که در زیر مجموعه است در واقع در مبحث هجر قرآن کریم. مثلا امروزه میبینیم که بسیاری از مسلمان ها قرآن را در مراسم تعزیه مردگان میخوانند که هیچ اصل شرعی ندارد. قرآن خواندن برای مردگان در سر قبر، کسی را موظف میکنند که برود سر قبر آن عزیزشان، آن عزیز از دست رفتهشان و بنشیند مدتها قرآن بخواند، چند ختم قرآن بخواند، مبلغی پول را هم دریافت بکند که این هیچ اصل شرعی ندارد. فاتحه خوانی بر سر قبر، هنگامی که به سر قبرها میروند سوره فاتحه رو میخونند و معروف است به فاتحه خوانی
و این نیز از نظر شرعی اشکال دارد. و مبحث بعدی یا بدعت بعدی که در واقع به وجود اومده در بین مسلمان ها این هست که از زیر قرآن رد می شوند هنگامی که قصد سفر رو دارند به عنوان تبرک، که این هم بدعتی است که به وجود آمده امروز و هیچ اصل شرعی ندارد. اما اعمال دیگر که عملا ما را از هدف اصلی قرآن دور می‌سازد، اگرچه بسیاری از علما آن را بدعت نمی‌دانند، اما عملی است که در شرع هرگز وارد نشده. مثلا بوسیدن کتاب قرآن، بوسیدن جلد قرآن، بوسیدن صفحه قرآن، کاغذ و بوسیدن همون مصحف که اصلا در شرع وارد نشده. صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و قبل از صحابه این کار انجام نداده، خلفای راشدین انجام ندادند، امام های اهل سنت، ائمه اربعه، ائمه صحابه، ائمه آل بیت هیچ کدوم این اعمال را انجام ندادند. مثلا قرآن را نبوسیدند، در هیچ روایتی نیامده است که بوسیدن قرآن فضیلتی دارد یا فلان امام قرآن را بوسید. و یا اینکه آیات قرآن را در قاب میگیرند و در دیوارها نصب میکنند، چون این چیزی اصلا در شرع وارد نشده. و یا اینکه آیاتی قرآن را در تعویذ میبندند، در تعویذ قرار میدهند، در پارچه سبزی بر روی کاغذی مینویسند آیاتی از قرآن را و در پارچه سبزی قرار میدهند و آن را به بدن خود میبندند و یا در ماشین و یا در خانه خود آویزان میکنند، که این نیز هیچ اصل شرعی ندارد و علما آن را ناجایز میدانند و هیچ کدام از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه یعنی سلف صالح امت و تابعین و ائمه اربعه اهل سنت هیچ کدوم این اعمال را انجام ندادند. بله بینندگان عزیز و گرامی، شماره های تماس زیرنویس شده. کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه وقت مانده. متاسفانه مباحث بسیار زیاد بود که من مجبور شدم تمامی مباحث را خدمت شما عزیزان عرض بکنم. انشاءالله که صدای گرم شما عزیزان را بشنویم در زمینه موضوع برنامه. سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده محترم بفرمایید بیننده عزیز، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. من نورالله هستم از افغانستان. جانم؟ نورالله هستم از افغانستان. سوال من همین بودم، مثلا تو ایران اینجا کار اومدین کار میکنیم، قرآن میخونیم ولی چاپ ایرانه، نمیتونیم درست بخونیم بعضی حروفاشو، حالا اشکال داره یا نه؟ بله آقا نورالله از افغانستان، قرآنتون چاپ ایران هست، میپرسید اشکال داره خوندنش یا نه، این سوال شماست؟ نه مثلا بعضی حروفاش نمیتونیم کامل بخونیم. من تا افغانستان میخوندیم اون چاپ پاکستان بودن، میتونستیم درست حسابی بخونیم ولی اینجا نمیتونیم. آیا گناه داره یا نه؟ نه برادر عزیز، سپاسگزارم از شما آقا نورالله. پاسخ سوالتون رو بشنوید از گیرنده. تشکر میکنم از شما آقا نورالله از افغانستان. نه برادر عزیز آقا نورالله، هیچ اشکالی نداره که شما چاپ دیگری از قرآن رو، چه چاپ ایران باشه که الحمدلله در ایران قرآنی که چاپ میشه همان قرآنی است که در کشورهای اهل سنت چاپ میشه و اشکالی نداره. فقط مهم این است که شما بتوانید بخوانید. خدای نکرده اگر شما واقعا نمیتونید درست بخوانید و خواندن شما با آن چاپی که در ایران هست با مشکل مواجه میشید، شما در خواندن بهتر است که چاپی که به آن عادت نمودید بخونید، مثلا چاپ پاکستان یا چاپ مثلا عربستان سعودی، چاپ مصر، چاپ سوریه، چاپ هایی که شما بهتر میتونید اون رو بخونید. اما از نظر شرعی اشکالی نداره. بیننده محترم سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر محترم، خودتون رو معرفی کنید لطفا. سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید بیننده عزیز، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. من اسماعیل هستم از زنجان زنگ میزنم. آقا اسماعیل از زنجان، بفرمایید برادر محترم. میخوام الو بفرمایید آقا اسماعیل عزیز. استاد بزرگوارشی، من اهل سنت هستم، زنجان زندگی میکنم. بعد بفرمایید. الو بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، میشنوم. لطف کنید صدای گیرندتون رو کم کنید آقا اسماعیل عزیز.
استاد بزرگوار، من اهل سنت هستم، زنجان زندگی میکنم اینجا که مسجد اهل سنت نیست، بعدم کسی هم نیست باش نماز جماعت بخونیم، اینم تنهایی میخونم. آیا این اشکالی داره یا نه؟ راهنمایی کنید، دستم در نکنید. سپاسگزار از شما آقای اسماعیل عزیز، تشکر میکنم از شما. جواب خودتون رو از گیرنده بشنوید. نه، هیچ اشکالی نداره آقای اسماعیل عزیز، شما میتونید نماز خودتون رو به تنهایی هم بخونید و اگر چند نفر اونجا هستید بهتره که با جماعت بخونید که فضل خواندن نماز جماعت بسیار بیشتر است از نماز تکی یا نماز فردی، 27 برابر و در روایتی 25 برابر هست. آخرین تماس رو با هم میگیریم. سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز خودتون رو معرفی کنید لطفاً. من نقشبندی هستم، از لندن مزاحم میشم. بفرمایید آقای نقشبندی، 1 دقیقه وقت دارید، متاسفانه پایان برنامه است. راجع به استخاری یا تفاعل قرآن که مردم الان خیلی مخصوصا در کردستان و در بین برادران اهل تشیع که به وسیله قرآن میخوان نعوذ بالله فال بگیرن، آیا این در حدیثی هست، در جایی هست؟ سپاسگزارم و سلام علیکم. بله، سپاسگزار از شما، تشکر میکنم از شما آقای نقشبندی از لندن. نه، چون این چیزی هرگز وجود نداره، استخاره قرآن نداریم، فالگیری با قرآن جایز نیست، در هیچ حدیثی و در هیچ آیه‌ای و در هیچ حدیث صحیحی نیامده، بلکه استخاره آن چیزی است که در حدیث صحیح رسول الله اومده. دعای خاصی داره که متاسفانه وقت برنامه اجازه رو نمیده، اجازه این رو نمیده که من دعای کامل استخاره رو بخونم برای شما عزیزان، اما ابتدای دعا این هست که اللهم انی استخیرک بعلمک. بار اله، این در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله هست. این دعای استخاره رو میتونید سرچ کنید در گوگل و انشالله این دعا میاد. حدیث ابن مسعود هست، حدیث ابو هریره هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید در ابتدا این هست که ما از الله طلب خیریت میکنیم، از علم الله، از قدرت الله. این فرموده رسول الله است و دعای خاصی رو داره که ما 2 رکعت نماز میخونیم و پس از نماز این دعا رو میکنیم و پس از اون ما منتظر میمونیم که در واقع اون عمل رو الله متعال به ما توفیق بده، اگر به خیریت ماست انجام بدیم و اگر به شر ماست و خوب نیست ما اون رو انجام ندیم. من سپاسگزارم از تمامی شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. چیزی دیگری به پایان برنامه نمونده و ان شاء الله تا روزی دیگر یا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به الله بزرگ و متعال میسپارم. با ما همراه باشید در قسمتی دیگر از برنامه روحانی قرآن کریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.